امروز تحت رئاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده اجلاسی ششم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید که ضمن آن لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اجلاسیه تاکید کرده شد که لایحه قانونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید با مقصد احیا و تجلیل عید ملی تیرگان تهیه گردیده است. مطابق لایحه قانونی مذکور با ماده 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید سرخط نو علاوه گردیده. طبق آن عید تیرگان همچون روز عید در جمهوری تاجیکستان 1 ایول معین کرده می شود. لایحه قانونی مذکور با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و سندهای معیاری حقوقی دیگر مطابق بوده از بودجت دولت مبلغ گذاری علاوه‌ای را طلب نمی کند.